همراهان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با ساندویچ فرانسوی در خدمتتون باشیم. مواد لازم: نان توست، ژامبون، پنیر ورقه‌ای، سس بشامل و پنیر رنده شده هست. این ساندویچ علیرغم که خیلی راحت و آسون درست میشه ولی بسیار خوشمزه و لذیذ، همه کس پسند، مخصوصا بچه‌ها عاشق این ساندویچ هستن. بریم سراغ آماده شدن سس بشامل. کره رو میریزیم، وقتی که آب شد آرد رو اضافه میکنیم، هم میزنیم، تفت میدیم تا بوی خامیش گرفته بشه. شیر رو آروم آروم اضافه میکنیم تا یک مایه یک دست به دست بیاد. سیر رنده شده رو اضافه میکنیم، فلفل، نمک، کمی سس خردل و کمی پودر سیر رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا یک مایه یک دست به این شکل به دست بیاد. خب سس ما آماده است. حالا بریم نونای توستمون هم آماده کنیم تا برشته بشن. خب نونای ما هم آماده است. ابتدا سس بشامل رو بهش اضافه میکنیم و پهن میکنیم روی نونها، بعد پنیر ورقه شده، بعد ژامبون های خوشمزه، حالا پنیر ورقه‌ای رو اضافه میکنیم و بعد اون نون توست ها رو میذاریم رو اون قرار میدیم. حالا دوباره روی نون توست دوم سس بشامل رو آروم آروم میذاریم و بعد دوباره پنیر پیتزا و این خوشگلا برن تو فرن تا 25 دقیقه آماده بشن. و این خوشمزه ها آماده شدند. بفرمایید نوش جان. مرسی که با ما بودید. منتظر پیام هاتون هستم.